خیلی از والدین از من این سوال رو میپرسن که من میخوام پدر یا مادر خوبی برای بچه‌ام باشم، اما بعضی وقتا سرشون داد میزنم یا رفتاری انجام میدم که میدونم متناقض با اون هدفمه. چی کار باید انجام بدم؟ اگه بخوام یک نکته طلایی در این رابطه بگم، میگم اگه ما میخوایم پدر یا مادر خوبی برای فرزندمون باشیم، اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که به صدای درون ذهن خودمون گوش بدیم. به این دلیل که هر کدوم از ما یک پدر و مادری درون ذهن خودش داره که این پدر و مادر یا اون صدای درون ذهنی میتونه نمود بیرونی پیدا کنه، مخصوصا در ارتباط با بچه‌هام. حالا ببینیم که اون صدای درون ذهن من آیا با من مهربونه؟ آیا از من حمایت میکنه؟ آیا منو دوست داره یا نه؟ منتقد درون منه، مرتب به من حس بدی میده، به من احساس ناکافی بودن میده یا از من ایراد میگیره. اگه گزینه اول باشه، یعنی اون صدای درون ذهن یا اون والد درون ذهن من والد حمایتگر و مهربونی باشه، آستانه تحمل من میره بالا. اگه آستانه تحمل من بره بالا، من میتونم والد خوبی برای فرزندم باشم و اگه این اتفاق نیفته، احتمالاً نمیتونم والد خوب یا کافی برای فرزندم باشم. اصلا به همین دلیله که میگن ما اون چیزهایی که از والدین خودمون میگیریم رو به نسل بعدی و به بچه هامون انتقال میدیم. حالا اگه ما میخوایم جلوی این چرخه بین نسلی منفی رو بگیریم، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما باید والد خوبی برای کودک درون خودمون باشیم تا بتونیم والد خوبی برای فرزند خودمون باشیم. حالا شما برام بنویسید که آیا برای کودک درون خودتون والد حمایتگر و مهربونی هستید یا نه؟